بعد از انتظارات بسیار زیاد باز یک فیلم آمده به نام راجا سیواجی، یعنی این کسته یک جنگجوی بسیار خطرناک از طرف اندیا بوده، البته از هندوستان بوده و دربارش بسیار فیلم ها جور شده و حالی هم کسی یک فیلم جدید آمده دمی نام است راجا سیواجی به نام دمی نام فیلم است و بازیگر از این فیلم دایرکتور این فیلم کلش که است ریتیش دیشموک است و در این فیلم که است تنها اینه بچه امیتابh بچن است، البته بیشک بچن و بار از اون سنجیده است و گفته میشه دمی که است کمیو که میباشه نمی آخر فیلم که مثلا صحنه بسیار کوتاه میباشه. سلمان خان همچنان در این فیلم میباشه دیگه. تریلرش آمده میریم سعی میکنیم که تریلرش چه رقم است و همراه باشین تا اینجا کمدی حتما سابسکرایب کردی دیگه. جور سلامت باشی دیگه. میریم تریلرش شروع میکنیم با 2 و 1. दादा वो چون قبلا زیاد در فیلم های کمدی هم دیشموک می بود، حالی فیلم دایرکت کرده و دیگه کرده که میبینیم تریلرش چه رقم است. झंडे के नीचे क्यों नहीं लड़ते? युवा उसके लिए स्वराज्य चाहिए। और स्वराज्य के लिए क्या चाहिए? विद्रोह। मगरूर सल्तनतों जी से स्टूडियो। कह दो मराठों ने गैरों की मर्जी रखना اینمی خودش دو छोड़ दिया है। این خانم اصلیش هم است دیگه. خانم اصلیش पारिजात است. का पेड़ भले हमारे आंगन में हो पर इसके फूल तो हमेशा औरों के आंगन में गिरते हैं। आप पर हमारा हक आंगन तक का, फूल तो स्वराज्य के लिए है। دیوار چی शाहजी نفسی؟ के दोनों बेटों ने बीजापुर की सेनाओं को बुरी तरह झंझोड़ा है। हाथ ना में अभिषेक लाठी बच्चन। और तेवर तलवार की। लाठी से धर्म बचाओगे? धर्म की रक्षा ही शंभू का धर्म है। भुट्टी में अकड़ तो खूब पिलाई है आपने अपने साहबजादों को। अकड़ तोड़ने का بسیار اکترهای नुस्खा हम भी خطرناک و जानते سابقه हैं। از طرف هندوستان است. اول مای میان तराजू में एक तरफ अफजल हो, हाँ, दूसरी हाँ, तरफ वासन दुनिया इज्जत के बाबा। सारे सुरमाओं, और खुदा से भी पूछा जाए कि किसका पलड़ा भारी है, तो पूरी कायनात से एक ही आवाज आएगी, अफजल, अफजल, अफजल। اوه تو بس सिवा को उसके बाप की तरह बेड़ियों में घसीट के लाना है या अल्लाह के पास पहुंचाना है। शिकार जब तक नजरों के सामने है तीर चला देना चाहिए। कभी ما मुगल عاشق कभी فیلم‌های आदिल داستانی शाही। इन्हीं هستم. सल्तनतों در की خدا छाती کنه ایام रौंद در कर دل مردم हिंदवी چنگ بزنه. स्वराज्य का सपना देखा है हमने। आई भवानी जा नावाना। कल सिवा इस पिंजरे में होगा, जिंदा या मुर्दा। हमें खान का मस्तक चाहिए शिवा। کلش یک طرف موزیکش دیگه طرف. हे हिंदवी स्वराज्य वावे ही तरश्रींची इच्छा। اول مای میایم. ما فیلم های داستانی زیاد سعی میکنم ولی بهترین فیلم داستانی که بر ما البته تا حالی که دیدیم 2 فیلم بوده. یکی که است فیلم چاواست که فقط هم 1 سال پیش آمده بود، فکر کنم 1 سال پیش آمده بود، و دوم که بود فیلم اجای دیوگن بود. او فیلمش نمیفهم به نام چی بود. او فیلم که بود یک لیول دیگه بود. او بود سیف علی خان داخلش بوده دیگه، یعنی یک لیول دیگه بود. بسیار خوبش نامش بود، خوب که تو در زبان است خو یاد نمیاد نامش چی بود، لیکن بسیار یک فیلم تایید بود. او بود و که همین فیلم چاوا که آمده بود یاد یک لیول دیگه بود. چون همیشه که از امیرتش دشمن که است ایره که است مردم در فیلم های کمدی دیدن، مثل فیلم های هاوس فول است و بعد از اونو مستی است، یک دوست مستی، فیلم های مستی است. ایره همیشه در این رقم کاراکترها دیدن و خیلی سخت است این نفری که مثلا زیاد کمدی میکنه و دیگه میکنه در روشنی فیلم جور میکنه او بگیره مثلا یک تا از بهترین جنگجوهای هندوستان است درباره از او فیلم جور میکنه و دایرکت میکنه دیگه. بسیار گپ کلان است، کل چیز هم خرچه و کل چیز خودش داده. گفته میشه که بالای 100 کرور هندی چی میکنه نه سرش مصرف شده و 900 کرور هندی چقدر دلار میشه، لیکن معلوم میشه خب پیسه دبل است.
دیگه سرش مصرف کردین و البته در فیلم دیدن خانمش هست سنجیت هست دیگه همین تقم فیروز خان میگم فیروز خان نامش یادم نمیاد چی هست و همین تو بسیار اکترهای دمدار دیگه هست که مثلا سابق در فیلم بازی میکردن و دوباره در این فیلم باز آمدهشون دیگه. فیلم آمد میریم دربارش باز قصه میکنیم و البته تاریخ اول ماه می کال 25 است فقط 5 روز دیگه در پرده سینما می 5 6 روز دیگه در پرده سینما می رفتیم. اگه خواسته باشین فیلم براتون لایو استریم برم وقتی که سینما رفتم حتما در میذارید بر ما کمک کنین. جور سلامت باشین ان شاء الله میبینیتون با یک ویدیو بعدی.